ویدیوی دیگه و خیلی کوتاه. امروز اومدیم که یادتون بدم چجوری پله اتوماتیک یا همون پله چسبان که در موقع راه میری میچسبه درست کنید. حالا مطمئنم که همتون بلدید درست کنید و حالا من آموزش میدم. مرسی که لایک میکنید، حمایت میکنید و حالا برو بریم سراغ ویدیو. دوستان اول باید اینجا یکم تصویر رو ببریم اینور. دوستان اول باید بیایم این قسمت و بیایم پایین. این از این چراغو برداریم که من هنوز اسمشون رو بلد نیستم. فعلا تازه واردم، یه یوتیوبر کوچولو بدبخت بیچاره خیلی مثلا حمایت کنید. من هنوز اسم اینا رو نمیدونم و میان پایین تر. تار عنکبوت برمیداریم. پیستون چسبناک، حتما چسب داشته باشه. پیستون چسبناک رو برمیداریم و فعلا تا همینجای کار رو درست اومدیم و یه دونه اینا کاسمشون اصلا نمیدونم، حتی به فارسی هم بلد نیستم بزنم. و بچه میاین پله کو؟ پله رو هر رنگی دوست داشتید میتونید برداریم. از سفیدش رو برمیدارم. و دوستان اینجا رو نگاه کنید. شما یه خونه دارید که زاویه‌اش رو این بره و بالا میخواد بره و مثلا پلاش دم دستتون میگیره و دوست ندارید اونجوری باشه. میاد این من که مثلا از 3 پله میایم اینجا 1 2 3 چرا کنده شده. حالا این پره و یکم دیگه و خب میاد اینجا نه حاجی یه فاصله رو چیزه. اون میاد بیرونه با خوشحالی با بس. دوستان حتما اگه بلد نبودید خواهشاً لایک، سابسکرایب، زنگوله آلفا و نشه که لایک کردنتون به من بیشتر انرژی میده و ویدیوهای بیشتری واسه میزنم. و خیلی مرسی که ویدیوها رو دنبال میکنید و حمایت میکنید. من حدود 2 ماهی هست که این 2 ماه بیشتر کمتر این کانال رو زدم و شما اصلا ترکوندید این کانال رو ترکوندید. فقط این یکم برستی شاید اذیتتون کنه، ولی خب شما درست کنید لذتشو ببرید. خب دوستان اینا رو واسه این کار رو بودیم. و دوستان نگاه اینجاش خیلی ساده است. اینا هم میزنیم که اینا هم روشن شدن. و تار عنکبوت رو واسه همین کار رو بودیم که دوستان نگاه بس شد. و هر کدوم یه دونه میزنیم بس میشه. بگید
فقط یکم دوستان لذت بخش ترین جاش اینجاست. یکیشون کار نمیکنه. دوستان این بود از این ویدیو و این پله. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.